دنیای بازی‌ها مثل آدم‌ها هستن. بعضیاشون فقط بزرگن، خالی، بی‌روح، فقط یه نقشه. ولی بعضیا یه جهانن، یه حس، یه خاطره، یه جایی که وقتی واردش میشی انگار زمان واقعی نیست، وای میسه. این ویدیو درباره اون جهان شاهکارهای واقعی جهانباز. نه به خاطر وسعت، به خاطر روح دنیاشون. سلام بچه‌ها، من امیر راکنجر هستم و امروز قرار بپردازیم به بهترین بازی‌های جهانباز تاریخ. بریم که شروع کنیم. بازی شماره 1، گوستاف سوشیما. سامورایی بودن یعنی انتخاب. گوستاف سوشیما فقط یه نقشه بزرگ نیست، یه نقاشیه. هر تپه، هر برگ، هر انعکاس نور یه قصه میگه. دنیاش فقط قشنگ نیست، معنی داره. جهان سوشیما تو رو مجبور میکنه بین شرافت و بقا یکی رو انتخاب کنی و این انتخاب توی خود محیط هم حس میشه. از دودهای دوردست گرفته تا رویاهایی که راه نشونت میده. این دنیا نه با NPC، نه با شلوغی، بلکه با روح قشنگتر میشه. بازی شماره 2، دویچر 3، جهانی که داخلش پیر نمیشی. ویچر 3 مثل شراب قدیمیه. هر چیز زمان میگذره بیشتر میفهمی چی ساخته. جهانش پر از داستانهای کوچیکه. خیلی از بازی‌ها همینا هم ندارن. اینجا هر اتفاقی یه دلیل داره. هیچ گوشه‌ای بی خودی نیست. هیچ مأموریتی الکی نوشته نشده. این جهان یه چیزی یاد میده. بزرگ بودن یعنی پر بودن، نه فقط کشیده شدن. بازی شماره 3، GTA V. استانداردی که هنوز شکسته نشده. 9 سال گذشته، هنوز هیچ شهری اندازه لس آنتوس حس واقعی بودن نمیده. GTA V یه جهان شلوغ و زنده است که انگار داره بدون تو هم ادامه پیدا میکنه. آدمهاش عجیب طبیعی رفتار میکنن. مکانهاش حس زندگی واقعی داره. هیچ گوشه‌ای بی هویت نیست. جهان GTA مثل اینه. گاهی لازم نیست دنیا فانتزی باشه، کافیه واقعی باشه، اونقدر که فراموش کنی داری بازی میکنی. شماره 4، God of War Ragnarok. جهانباز جمع جور ولی عمیق. رگناروک جهانباز به معنی سنتی نیست، اما جهانش اونقدر غنی و زنده است که خیلی از اون اوپن ورلد های واقعی رو له میکنه. هر گوشه نقشه یه راز داره، یه داستان، یه خاطره. دنیاش تو رو مجبور نمیکنه بدوی، خودت مشتاق میشی که بدوی. جهانش مثل کریتوسه، کم حرف ولی پر از چیزهایی که باید کشفشون کنی. شماره 5، Red Dead Redemption 2. واقعیت، درد، سکوت. شماره 6، Elden Ring. آزادی واقعی، نه آزادی تقلبی. Elden Ring کاری کرده که خیلی از بازی‌ها شرمنده‌شن. اینجا نشونت میده آزادی یعنی هیچ کس نگه کجا برو، چی بکن. جهانش با تو حرف نمیزنه، با کنجکاویت حرف میزنه. با نگاهت مسیرهای گم شده یا چیزهایی که قرار نیست نفر دوم همونجا پیداشون کنه.
بازی شماره 7 رزیدنت اویل ویلیج. رزیدنت اویل 8 جهانباز نیست، ولی حس جهانباز بودن داره. یه روستای بزرگ پر از مناطق ناشناخته، رازهای توی خونه ها، راه های مخفی. اینجا محیط دشمن داخل خونه‌ای که خودت همونجا هستی و بهترین جهانسازیه که سری رزیدنت اویل تا حالا داشته. شماره 8 Sons of the Forest. وحشی، بیرحم، اما زنده. جنگل Sons of the Forest قشنگ نیست، بیرحمه. اینجا جهانباز یعنی اگر اشتباه کردی دنیا تو رو میبله. این بازی بهترین مثال طبیعته، زیبا ولی دشمن. شماره 9 Legend of Zelda Breath of the Wild. نسخه خلاقیت. شاید باور نکنی، اما این نسخه از بازی زلدا کاری کرده که 90% بازی‌های جهانباز امروزی ازش تقلید کردن. جهان مثل لگوه، هرچی یاد گرفتی، هرچی ساختی مال خودته. هیچ کاری بی‌معنی نیست، هر نتیجه برای عملت پاداشه. جهانباز نباید مپ خیلی بزرگی داشته باشه، باید معنی داشته باشه. اگه دنبال شاهکار میگردی، این چند تا بازی واقعا شاهکاره. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنی و اگه به اینطور ویدیوها علاقه داری منو سابسکرایب کنی.